خدمات مرزبانی پولشا روز 22 سپتامبر خبر داد که مرزبانان منطقه پادلیاسکی در مرز با بلاروس 4 نفر، 2 شهروند تاجیکستان، 1 شهروند اوکراین و 1 شهروند خود پولشا را با اتهام کمک به انتقال مهاجران غیر قانونی به قلمرو این کشور عضو اتحاد اروپا دستگیر کردند. در ماه جاری بار اول دپارتیاسیون خارجیانی که برای کمک به انتقال مهاجران غیر قانونی به دست افتادند نیز صورت گرفت. 2 خارجی را از پولشا به کشورهای زادگاهشان تاجیکستان و ایران اخراج کردند. خبر داد خدمات مرزبانی پولشا. از اول ماه سپتامبر درباره بازداشت دست کم 4 شهروند تاجیکستان در مرز پولشا با بلاروس با اتهام کمک به انتقال پناهجویان خبر داده شده است. مقامات لهستان هشدار داده بودند که خارجیانی که برای کمک به انتقال مهاجران غیر قانونی دستگیر شده را به کشورهای زادگاهشان اخراج خواهند کرد. پولشا و لیتوا 2 کشور عضو اتحاد اروپا و منطقه شنگن یک مسیر عمده انتقال مهاجران و پناهجویان از شوروی سابق به شمار می رود. پناهجویان تاجیک نیز اساساً از طریق پولشا به لیتوا وارد اتحاد اروپا می شوند. مقامات پولشا و لیتوا مقامات بلاروس را به تشکیل هدفمندانه موج فزاینده مهاجران پناهجویان به اروپا ایودار می کند و می گوید حکومت لوکاشنکو با این راه می خواهد برای پشتیبانی پولشا و لیتوا از مخالفین بلاروس انتقام بگیرد. حکومت لوکاشنکو را از جمله به آن ایودار می کند که برای انتقال پناهجویان از خاور میانه پروازهای مستقیم را از بغداد به مینسک برآمانده پناهجویان را خودشان هدایت می کنند که به سمت مرز پولشا و لیتوا سرازیر شوند.